اگه آلبومم بیاد بیرون چی میشه ماری جون؟ پرطرفدارتری خواننده کی میشه ماری جون؟ میدونی که تتلو یه دون از هیچ کجا شعبه نداره، هیچ جای دنیا شبیه توی FM و تومه نداره. سرید رفته کنار وای موی مشداری دوباره، میگی میری بیرون با دوستات برو اشکالی نداره. هر جا میره کشته میده و پشت سرش آمبولانسه، ایرانی‌ها رو دوست نداره و با اروپایی‌ها میلاسه. 4-5 تا خونه داره تو سوئد و سوئیس و فرانسه، صبح تا شبم توی خیابونای ایتالیا پلاسه. به خدا خوشگل‌تره از خانوم بیانسه، لیسانسشو گرفته تو کار فوق لیسانسه. متولد لاس وگاسه، خوشگل و خوش لباسه، وای چه های کلاسه. چی به من میماسه بگو آی چی به من میماسه. ماری جون یه تکونه، ماری جون دو تکونه، ماری جون دلمو بگیر و گرد و خاکشو بتکونه. ماری جون یه تکون، ماری جون دو تکون، ماری جون دلمو بگیر و گرد و خاکشو بتکون. اون وقتی که پیش منه با این که هرچی به سره میشکنه، ولی اون اعتنا نمیکنه و دل همشونو میشکنه. وای تو کل در و دفعه بگو اندازه تو کی خفنه؟ آب پرتقال بخور کم نشه ویتامین سی بدنت. خیلی بد سریق سر که بگه هیکلش نقص داره، آخه نزدیک 10 ساله که ماری مربی رقص داره. کارش همش ورزشه و خوراکش رژیم غذاییه. بگو تو رو کی برده انقدر قیافت فضاییه. شیک پوشه و شیطونه از همه دفعه ایران سره، تیونینگ ماشینش کاره، آب سنتر کیان فره. یالا بگو بیان همه این هفته پارتیشه، بوسه از لباش قراره مثل بنزین کارتیشه. اگه از چشاش بگم پرت میریزه، اگه از لباش بگم میگن چه هیزه. به چشم خواهری بدکافیاره، کوچولو موچولو جگلی میگلی یا ریزه میزه. ماری جون یه تکونه، ماری جون دو تکونه، ماری جون دلمو بگیر و گرد و خاکشو بتکونه. ماری جون یه تکون، ماری جون دو تکون، ماری جون دلمو بگیر و گرد و خاکشو بتکون.